توی این ویدیو سعی کردم با توجه به اینکه بازار خرید ملک‌های اتچد یعنی کاندو و تن هاوس خیلی داغه، توی این ویدیو براتون بگم که وقتی میخوایم این ملک‌ها رو خریداری بکنیم باید به چه نکاتی از استراتا توجه کنیم که خیلی مهمه. کامل این ویدیو رو توی یوتیوب میتونید ببینید، اما اینجا خیلی به اختصار چیزای مهمش رو میگم. اولین چیزی که باید دقت بکنید چیزی به نام کانتینجنسی فاند هست، یعنی صندوق اضطراری ساختمون. این همون صندوقیه که وقتی یک سری تعمیرات اساسی یا کارهای اساسی میخوان برای ساختمون انجام بدن، مثل عوض کردن روف یا سقف، نمای ساختمون و یا کارهای این چنینی، از این صندوق پول برمی‌داره. اگر که مبلغش به اندازه نباشه یا کم باشه، موقع هر کدوم از این هزینه ها از مالکین ساختمون یه مبلغی به نام اسپشیال لوی که قابل توجهه دریافت میشه. قضیه دوم دپریشیشن ریپورت هستش. این نشون میده که وضعیت ساختمون توی 5 تا 30 سال آینده به چه شکله، چه پیش بینی میکنن، چه تعمیراتی، چه اتفاقاتی، چه چیزهای مهمی در پیش رو داره. مهم اینه که این گزارش نباید خیلی قدیمی باشه، به خاطر اینکه وضعیت ساختمون رو نشون میده. مسئله دیگه استراتافیه که باید ببینید این استراتافی دقیقاً شامل چه مواردی میشه: گرمایش، نگهداری ساختمون، بیمه ساختمون و هر چیز دیگه. قضیه بعدی استراتا مینتسه که این جلسات ساختمون رو نشون میده. از توی این مینتسا میتونیم بفهمیم که بین ساکنین اگر اختلافی، دعوایی بوده، قضیه‌ای دادگاهی شده، دقیقاً میتونیم بفهمیم واقعیت‌های اون ساختمون چیه. نشتی داشته، مولد بوده، آیا مثلا یه وقتایی هست خیلی اعتراض میکنن، دعوا بین ساکنین سر آسانسور خراب شدن و اینجور چیزا. میتونید دقیقاً واقعیت‌های اون ساختمون رو در توی این ببینید. مسئله بعدی بایلاز و رستریکشن، یعنی که اون ساختمون چه محدودیت‌های قانونی داره. در مورد پت اگر بخواید 2 تا داشته باشید به چه شکلی، اگر بخواید اجاره بدید یا Airbnb یا هر چیز دیگه. یکی که میتونم بهتون بگم اسپشیال لوی هیستوری که نشون میده چقدر در سال‌های قبل بابت تعمیرات یا مشکلات ساختمون از مالکین پول گرفته، که اگر زیاد بوده باشه نشون میده یا ساختمون مشکل داره یا سیستم مدیریتیش خیلی ضعیفه. و اما یکی دیگه از مهمترین قضایا اینه که ببینیم اون دیولپر یا سازنده اون ساختمون کی بوده. آیا سازنده معروفیه، سازنده‌ایه که به هر حال آیا سازنده معروفی بوده، سازنده خوشنامیه، یا آیا سازنده‌ای بوده که اکثرا خیلی کم و کاستی بوده توی بیلدینگاش، اکثر پروژه‌ای که انجام داده ناراضی بودن. مسئله دیگه بیمه استراتاست که حتما باید جزئیاتش دقت بشه و ببینید. حتما از ریلتورتون بخواید که اینها رو دقیق براتون چک بکنه، به خاطر اینکه بعدش همین اینها ممکنه فکر کنید به یه قیمت خیلی خوبی اون ملک رو خریدید، ولی بعدش برید یه هزینه $20,000 $30,000 بعد از چند ماه بهتون بدن بابت تعمیرات یا هر چیز دیگه‌ای، و اون وقته که میگید که ای کاش قبلش تمام این نکات رو دقت کرده بودید.